پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند هیچ احدی به عملش وارد بهشت نمیشه مگر اینکه لطف الله و رحمت الله شامل حالش بشه. گفتن حتی انت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت حتی من، مگر اینکه لطف الله و رحمت الله شامل حال من بشه. هممون محتاج رحم خدا هستیم و رحم خدا در دنیا فقط دین خداست. خداوند در دنیا رحمشو در دین خودش قرار داد. تواضع یاد بگیریم از کسانی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حیاتشون به اونها بشارت بهشت دادن. ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگه اگر یک پام داخل بهشت پای دومم خارج از بهشت باشه ما امنت مکر الله، باز در امان نیستم تا اینکه هر دوتا پامو بگذارم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه میفرمایند اگر روز قیامت صدا بزنن که همه بهشتی ان به جز یک نفر، عمر فکر میکنه اون یک نفر عمره. محضر یکی از علما رسیدم، بعضی از دوستان عالم بزرگی بود تو کشور خودمون، وقتی نشستن با هم صحبت کردن یک دفعه زیر گریه زد. گفتن جناب شیخ چرا گریه میکنید؟ گفت میترسم از سوء الخاتمه. یه وقتی بچه بودم با مادرم و مادر بزرگم زندگی میکردم. شب که میشد بین مادرم و مادر بزرگم بین این دوتا میخوابیدم، تا سرشون میگذاشتن میگفتن خدای نظر تو بر بگردد. بعد که رفتم درس خوندم فهمیدم که معنی این جمله چیه؟ خدایا نظر تو بر نگردد. اگر نظر خدا بر بگرده همه این تعریف و تمجیدها، این القاب و این اوصاف دردی رو دوا نمی‌کنه. بعضی از علما مداخل شیطان به نفس انسان رو 7 تا ذکر کردن که اولیش کبره. شیطان از یک دروازه و یک مدخل وارد نمیشه، نگاه میکنه تو کدوم قسمت ما مشکل داریم و ضعیفیم، از اونجا وارد میشه. با هر کدوم از ما از کانالی که میدونه میتونه متسلط بشه یا مسلط بشه وارد میشه. پس یکی از مدخلها کبره، مدخل دوم حسادته، مدخل سوم شهوته و شهوت 3 تا شهوته. و مدخل 4م بخله. مدخل 5م غضبه. مدخل 6م سوء ظن و بدگمانی است. و مدخل 7م عجله هست.